شهروندان گرامی، درود بر شما. باز هم مسئله خط دیورند. من فکر میکنم که خط دیورند یکی از بزرگترین چالش ها و نگرانی هایی است که پاکستان را وادار ساخته در مسائل افغانستان مداخلات شبانه روزی کند. مسئله خط دیورند تقریبا بیش از یک قرن می شود که از طرف امیرا، خانها و حکومت های افغانی امضا شده و شناخته شده و امروز که کرزی می خواهد که از این فرصت سوء استفاده بکنه، این یک مسئله کاملا جدا است. خط دیورند در حقیقت الامر نه تنها با واسطه حکومت های افغانیه بلکه تمام ملل و تمام دنیا را شناخته است و دیگر نمی شود که بر حقیقت برگشت. در پروگرام ویژه‌ای که بعدتر شما میبینید حتی سفیر امریکا به صراحت میگه که ما خط دیورند را به حیث خط مرزی ما بین پاکستان و افغانستان میشناسیم. دیگر راهی از دیدگاه روابط بین دول وجود نداره و همچنین سید احمد گیلانی واقعا یکی از شجاعترین من فکر میکنم افغانهایی است که عاقلانه و مدبرانه مسئله را مطرح ساخت و گفت که دیگر افغانهایی که در او طرف خط دیورند هستند تمایل و علاقه ندارند بیایند در یک ملحق شوند به کشوری که او با 1001 مرض و مشکل که است دچار است. لطفاً این مستند یا این برنامه تلویزیونی یک را تماشا کنید. سپاس. یکی از عوامل ادامه خشونت‌ها در کشور و تلاش‌ها برای رسمی شدن همین خط است. آقای کرزی میگوید پاکستان چندین بار به گونه مستقیم و غیر مستقیم مسئله رسمی شدن این خط را مطرح کرده است، اما هیچ حکومت این جرأت را ندارد که این خط را به رسمیت بشناسد، زیرا به باور او این کار مورد تنفر مردم قرار خواهد گرفت. مردم دو طرف این خط نپذیرفت. کدام مردم است؟ نام دلیل خط آزاد به طرف آمد است، طرف دو طرف مردم این خط و هیچ حکومت افغانستان این خط نخواهد پذیرفت و نباید هم هیچ حکومت افغانستان جرأتی کار بکنه، چون ملت افغانستان نفرین میکنیش و میرانیش. تنش‌ها ظاهراً به دلیل ایجاد دروازه و تأسیسات از سوی پاکستان در امتداد خط دیورند منجر به درگیری مسلحانه میان مرزبانان افغانستان و پاکستان شد که واکنش‌هایی را به همراه داشت. آقای کرزی میگوید دستور حمله از جانب افغانستان صادر نشده است. با باور رئیس جمهور کرزی موضوع خط دیورند حل شده است و مردم افغانستان از زمان ایجاد این خط آن را به رسمیت نشناخته‌اند. گنگ نیست که نمیدانیم که پذیرفتیم یا نپذیرفتیم. مردم افغانستان از 1893 که خط انگلستان سر ما تحمیل کرد تا به حال این خط نپذیرفتیم. پس سرنوشتش این است، این خط نپذیرفتیم. با باور بسیاری ها این خط رسمی است و افغانستان هیچ حقی با آن سوی مرز ندارد. چنانچه پیش از این مارک گراسمن نماینده پیشین امریکا در امور افغانستان و پاکستان در یک گفتگو با تلویزیون یک گفته بود که امریکا این خط را به رسمیت میشناسد. موقف ما این است کشور ما این خط را به عنوان مرز بین المللی میان دو کشور میداند و فکر میکنیم حالا زمان آن رسیده است تا دیدگاه های دیگران را نیز در این خصوص داشته باشیم که این منطقه چگونه باید باشد. آیا شما خط دیورند را به عنوان سرحد بین المللی رسمی میان دو کشور به رسمیت میشناسید؟ بله، حمایت میکنیم. در این میان آقای کرزی میگوید خطوطی را که امپراتوری انگلیس به افغانستان تحمیل کرده نمیپذیرد، اما آقای کرزی در این باره جزئیات بیشتر نمیدهد. نه سیاست خارجی ما زیر تاثیر کسی و نه آرزوی ما به ترقی بهتر و نه هم ما خطوط را که امپراتوری انگلیس در افغانستان و دسیسه و بزرگ تحمیل کرده میپذیریم. بنابر یادداشت‌های تاریخی بسیاری از مرزهای افغانستان در زمان امپراتوری انگلیس در افغانستان رسمی شده است. تعیین سرحد پامیر که مرزهای شمالی کشور را با چین روسیه مشخص می‌سازد، امیر عبدالرحمن خان رسمی شده است. معاهده جمرود که سرحدات غربی افغانستان را با ایران مشخص می‌کند، در تاریخ 30 مارس سال 1855 میلادی
میان نماینده هند بریتانیوی و سردار غلام حیدرخان پسر و ولیعهد امیر دوست محمد خان در جمرود به امضا رسید و معاهده خط دیورند که سرحدات افغانستان با پاکستان را مشخص می‌سازد در تاریخ 12 نوامبر سال 1893 میان امیر عبدالرحمن خان و مارتین دیورند نماینده دولت انگلیس به امضا رسید. اکنون پرسش اینجاست که تصمیم رئیس جمهور کرزی درباره عدم به رسمیت شناختن این مرزها چقدر جدی است. چون امیر حبیب الله خان، امیر امان الله خان، محمد نادر خان و محمد ظاهر خان هم این خط به رسمیت شناختن و از او تاریخ که تا امروز بیشتر از 100 سال میگذره، این به حیث مرزهای بین المللی بین افغانستان و کشور پاکستان شناخته شده و در عین زمان مشکلی تنها خط دیورند نیست که مشکلی سرحدات شمال هم با کشورهای مطبوع روسیه تزاری اون وقت شامل عین کیس و عین پروگرامی هست که امیر عبدالرحمن خان با دولت روس به امضا کرده. با او خاطر حالا اگر ما این مرزها را که به رسمیت نشناسیم چاره چی داریم، در حالی که ما متاسفانه یک کشوری در حالت نقاهت‌های جنگی هستیم و ما نمیتونیم که با پاکستان بجنگیم و اضافه از او سرحدها و مرزهایی که به رسمیت شناخته شده ما بریم مرزهای مورد دلخواه خود برای افغانستان ملحق بسازیم. هرچند رئیس جمهور کرزی بارها برای به رسمیت نشناختن خط دیورند تاکید کرده است، اما هیچگاه حاضر نشده است تا این موضوع را به شورای امنیت سازمان ملل متحد راجع و جلو مداخله پاکستان را در این باره بگیرد. مردم افغانستان تا هفته پیش از سرازیر شدن بسته‌های پلیس CIA بر ریاست جمهوری اطلاعی نداشتند، اما زمانی که نیویورک تایمز در هفته پیش از این راز پرده برداشت، بیکا کمتر است. اما اکنون آقای کرزی این گزارش را رد می‌کند. میمونان عزیز شما هم به بحث بسیار خوش آمدین. پیش از اینکه بحث شروع کنیم میخوایم تذکر بدیم که با تماس‌های مکرر با دفتر سخنگوی ریاست جمهوری و همچنان رئیس مرکز رسانه‌های حکومت نتونستیم نماینده از حکومت در این بحث داشته باشیم. بنابراین تمام سوالاتی که مربوط به حکومت افغانستان میشه بی پاسخ میمونه. آقای گیلانی بحث با شما شروع میکنیم. قسمی که در گزارش هم دیدین رئیس جمهور کشور گفت که ما خط دیورند به رسمیت نمیشناسیم. آیا شناختن و یا نشناختن خط دیورند چقدر میتونه جدی باشه برای افغانستان؟ بسم الله الرحمن الرحیم. من کمی به عقب میرم به تاریخ. خط دیورند یک معضله بسیار کلان بود در بین افغانستان و پاکستان و هیچ وقت هیچ حکومت افغانستانی رو به رسمیت نشناخت و مثل که خود آقای کرزی گفت همه حراس داشتن که کی خط به رسمیت بشناسن، چون با ملت روبرو می شدن. و در اون زمان در پاکستان هم حرکات‌های به خاطر پشتونستان موجود بود، چون خان عبدالغفار خان زنده بود و او حزبش پاکستان به رسمیت نشناخته بود. اونا می خواستن که با افغانستان یک جا شوند و یا یک مملکتی از پشتون ها ساخته شود. بعد از وفات خان عبدالغفار خان و باز پسرش خان عبدالولی خان، حالی نسل نو دیگه او شعار ندارن. اینا پختونخوا میخواستن، صوبه سرحد به پختونخوا تبدیل شد و دیگه این دوسیه را بسته کردن و دیگه آرزوی یک جای شدن با افغانستان ندارن. این حیثیت از این خط زمان خراب شد که روس‌ها به افغانستان داخل شدن و به میلیون ها افغان مهاجر شد در پاکستان و خط دیورند حیثیت خود از دست داد. و یک فرصت طلایی هم برای پاکستان بود که کوشش کنه که از خانه عامه را قسمی بسازه که دیگه دیورند وجود نداره. مثل که آقای کرزی بازم گفتن که مردم رفت آمد داشتن، واقعا حالی هم دارن، در سابق هم داشتن. اینا خویشاوندی دارن، دوستی دارن، یک قوم هستن، قومای مختلف هستن، مومندی طرف هم هست و طرف هم هست. اینا بین خود روابط دارن، همینطور مردم شینوار است و جاهای مختلف دیگه افغانستان که امروی امی کمربند پشتون صوبه سرحد یا پختونخوا یا بلوچستان بسته هست، کلشان یک قوم هستن، یک مردم هستن. ولی شناختن و نشناختن خط دیورند من فکر میکنم در زمان مرحوم داود خان این معضله امرای ذوالفقار علی بوتو و بعدا امرای جنرال ضیاء الحق تقریبا به خاتمه رسیده بود. خلاص بود که پیشنهاد
مرحوم داود خانی بود که برای افغانستان یک سرک داده شد از بحر هند که مستقیما می آمد به سپین بولدک و او خط به نام افغانستان یاد میشد و پاکستان از او استفاده نمیکرد و داود خانی را به رسمیت میشناخت. این خط دیورند داود خان میخواست به رسمیت بشناسه. بله، 2 بار ملاقات شده بود، هم همراه ذوالفقار علی بوتو در کابل و همراه جنرال ضیاءالحق در اسلام آباد. که شما میخواین بگوین صحبت‌هایی را که رئیس جمهور میکنه بخواه یا نخواه این خط به رسمیت شناخته شده و مردم هم نمیخواه که دوباره سر از مردمی که ساکن اون مناطق هستند در امتداد خط دیورند اونا هم نمیخواین که این بحث مطرح کنن. دو گپ دیگه هم هست. اول ما بگویم که او طرف سرحد مردمی که زندگی میکنن اما بیچاره ترینش سرک قیر داره، برق داره، آب داره، گاز داره، مکتب داره، شفاخانه داره و تمام سهولت های اول زندگی برش مهیا است. در این طرف 52 مملکت آمده و هیچ چیز نداره. من فکر میکنم که به صورت قطع به این رقم یک مملکت یک جای شدن از اونا رمان ناممکن میبینم که از زیر باران بخیزن و زیر ناوه بشینن. این بخی ناممکن است. مسئله دومی که اهمیت خود داره ویست که دنیا دیگه آل خاک کس دیگر رو نمیگیره که یک مملکت دیگه یک جای کنن. از قرارداد دیورند 100 و چند سال میگذره. این خط اگر ما خوش باشیم یا دق باشیم این به رسمیت شناخته شده و دنیا او رو به رسمیت شناخته کرده. گزارش شما هم تا سفیر امریکا گفت که او به شما خط رسمی است. ولی اگر